سلام و وقتتان بخیر بینندگان عزیز، به یک بسته تازه خبری از چینل دری میدیا خوش آمدید. عبدالحمید خراسانی در تازه ترین گفته هایش رهبر و مردم ایران را قهرمان خطاب کرده است. مردم قهرمان و مردم مقاومتگر ایران و رهبری محترم ایران، همزمان با این طالبان در پنجشیر از دستگیری 10 تن با هزاران میل سلاح خبر میدن. در همین حال و به دنبال تخریب خانه مارشال دوستم در شیرپور، شماری از هواداران وی به شدت ناراحت شده و مخالفانش ابراز شادمانی میکنند. همه دوستم بابایتان، مارشال بابایتان امروز نام شما را در سطح جهان، در سطح بین المللی شما را مطرح کرده. مگر چند تا زورمن نمیجا بود که فرعون بود، که نمرود بود، که شداد. با ما باشید و از جزئیات این اخبار و چندین گزارش تازه و مهم دیگر آگاه شوید. طالبان در پنجشیر میگویند که 10 تن را با تعدادی از سلاح‌ها و مهمات بازداشت کردند. عابدالله فاروقی سخنگوی فرماندهی پلیس پنجشیر میگوید که از نزد این افراد 7000 قبضه سلاح مختلف، 30 عدد مین، صدها قبضه سلاح سبک و سنگین و 2 نارنجک دستی به دست آمده است. طالبان در پنجشیر در مورد این که این افراد متعلق به کدام جبهه می باشند حرفی به میان نیاورده، اما شماری از منابع مدعی‌اند که این سلاح‌ها مربوط به خانواده مسعود می باشند که در این ولایت جابجا شدند. گفتنی است که جبهه مقاومت و رهبران مخالف طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. این گفته ها پس از آن صورت می گیرد که اخیراً طالبان در ولایت نورستان نیز مدعی شده بودند که مقدار زیادی از سلاح‌های سبک و سنگین را کشف کرده بودند. طالبان گفتند که اخیراً یک جاسوس پاکستانی را نیز بازداشت کرده که هدفش تخریب شمال بود. مخالفان طالبان اما میگویند که اعترافات این فرد اجباری است. پاکستان به 3 ولایت افغانستان، بدخشان، کنر، نورستان بود تا از این 3 را از خاک پاکستان وارد افغانستان شد. همزمان با این عبدالحمید خراسانی رئیس قطعه بدری طالبان در سخنان تازه از حمله موشکی ایران بر اسرائیل قدردانی کرده است. آقای خراسانی که پیش از این به مقامات ارشد ایران ناسزا گفته بود، در تازه ترین گفته هایش خود را سرباز اسلام خوانده و گفته است که از خاک مسلمانان در برابر کفار دفاع می کند و به عنوان یک سرباز اسلام و مجاهد راه اسلام بر دفاع از خاک اسلام و بر دفاع از آقای عبدالحمید خراسانی مردم و رهبر ایران را قهرمان خوانده و اسرائیل را جنایتکار خطاب کرده است که در برابر صهیونیسم جنایتکار و صهیونیسم خوناشام دشمن اسلام ایستادگی کردند. با واقعیت از ایشان تشکری میکنیم. همچنین و به دنبال تخریب بخشی از خانه مارشال دوستم، شماری از موافقان وی به شدت خشمگین شده و مخالفانش به شدت خوشحال شدند. طرفداران آقای دوستم میگویند که خراب کردن خانه دوستم کار درست نیست و نباید این کار صورت گیرد. در این میان اما مخالفان مارشال دوستم رهبران قبلی را فرعون خوانده و از تطبیق پلان شاروالی و تخریب خانه های رهبران پیشین ابراز خوشحالی میکنند. از غریب بیچاره خصوص چپم از زورمندان باید بفهمم. یک تن از شهروندان کشور مدعی است که او خودش فردی را دیده است که در اثر راهبندان به شفاخانه نرسیده و مرده است. خیلی کسا تا زیادتر کسا دمی را دید خودم که دنمیجا جان خود از زخمی شده بود. در همین حال رئیس کمیته امور بین المللی شورای فدراسیون روسیه میگوید که ادامه گفتگو با طالبان برای حفظ صلح و ثبات در آسیای میانه مهم است. این مقام روسی گفته گفتگو با طالبان مهم است چون آنان در افغانستان قدرت را در دست دارند. در این گزارش که روز پنجشنبه 19 میزان منتشر شده آمده است که هیئت از شورای فدراسیون روسیه به تاجیکستان سفر کرده است.
معلوم نیست که این هیئت در مورد افغانستان هم صحبت خواهد کرد یا خیر. پیش از این نیز گزارش‌های منتشر شده بود که شماری از مقامات تاجیکستانی نیز به کابل رفته و برخی از مقامات طالبان به شمول قاری فصیح الدین فطرت به تاجیکستان رفته و با مقامات تاجیکی صحبت کردند. همزمان با این اسمت الله اورگاشاف نماینده ویژه ازبکستان برای افغانستان در مراسم امضای قرارداد استخراج گاز توتی میدان میان وزارت معادن و پترولیم و یک شرکت ازبکستانی میگوید که روابط میان کابل و تاشکند به سطح نهایت بلند رسیده است. روابط بین افغانستان و ازبکستان به سطح نهایت بلند رسیده و من فکر میکنم و یقین دارم بدون چون و چرا که با امضای قرارداد امروزه ما این روابط و همکاری را از آن بلندتر نقطه انتقال میدیم. از سوی هم از پاکستان خبر میرسد که با گذشت هر روز تنش‌ها میان جنبش تحفظ پشتونها و دولت پاکستان بیشتر می شود. په خپلو سترګو موږ ټول هر څه لیدلي دي چې د ملګرو نن دلته په دې میدان باندې وکړو، نه یې د ګولۍ پروا کړې ده، نه یې د ټیرګیس پروا کړې ده. گفته می شود در پی حمله پلیس به محل برگزاری جرگه پشتونها 6 نفر از اعضای جنبش تحفظ پشتونها کشته شدند. رهبر جنبش تحفظ پشتونها می گویند که تا آخرین نفس مبارزه می کنند. پلیس پاکستان اما فعالیت جنبش تحفظ پشتونها را ممنوع اعلان کرده است. به گفته مقامات پاکستانی شواهد وجود دارد که این جنبش با گروه‌های تروریستی در ارتباط می باشند. همچنین روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابع اطلاعاتی عربی گزارش داده است که یحیی سنوار رهبر حماس در پیام به یکی از فرماندهان ارشد خود اعلام کرده است که زمان از سرگیری حملات انتحاری فرا رسیده است. وال استریت ژورنال نوشت که حماس تقریباً 2 دهه پیش استفاده از بمبگذاری‌های انتحاری را متوقف کرد، زیرا برخی از رهبران این گروه نگران بودند که این تاکتیک ها ممکن است حماس را از نظر سیاسی منزوی کند. اما پس از حملات 7 اکتبر رهبران حماس مانند یحیی سنوار و خالد مشعل خواستار از سرگیری حمله انتحاری شدند. همزمان با این از تل آویف اسرائیل خبر می رسد که آتش سوزی شدیدی صورت گرفته است. گفته می شود که این آتش سوزی خسارت‌های هنگفتی را به بار آورده است. در همین حال از آمریکا نیز خبر می رسد که طوفان‌ها در ایالت فلوریدا وضعیت این ایالت را خراب کرده و میلیون‌ها تن را آواره کرده است.